امام سجاد میفهمد 5 تا اشتباه و گناهه که خدا در همین دنیا عذاب میکنه، به قیامت نمیذاره، قیامت بماند. یکی از اونها چیه؟ عاق والدین. زنه راه نرسیده، هنو لباس تن در نیاورده، هنو یه چای نخورده، هنو عروس نشده، رابطه شوهرشو با کل بدنه پدر مادر. چرا به پدر مادرت کمک میکنی؟ تو عاشق مردی هستی که اونا تربیتش کردن. اگر پول داره، اگر اعتبار داره، اگر تحصیلات داره، اگر مهندسه، اگر دکتر است، صدقه سر اوناست. بعد تو به عنوان عروس خانواده میگی من شوهرمو دوست دارم، اما پدر مادرش، شوهر تو بدون پدر مادرش هیچی نیست. اون هر چه که داره از هموناست و تو داری همه ریشه و هویت اون رو میگیری، میگی فقط اینو دوست دارم، من با شوهرم مشکلی ندارم. میوه‌ای که به این درخت وصله هویتشو از این درخت داره. تو میوه رو میچینی، میخوری، استفاده میکنی، بعد به درخت لگد میزنی، به درخت فحش میدی، بعد انتظار دارید بچه‌هامون خوب تربیت شن. مادرم 83 سال